آفتاب برامون مفیده باید ضد آفتاب بزنیم؟ این سوالو نیلا ازمون پرسیده. پیش به سوی ویکی‌پدیا. خورشید مثل یه شارژر بزرگ طبیعیه. وقتی نورش میتابه به بدن ما ویتامین د میده، همون که برای استخونامون مفیده. اما خورشید یه چیز دیگه هم داره، اشعه فرابنفش. این اشعه مثل چراغ قوه‌ایه که نزدیک پوستمون بگیریم آسیب میرسونه. این نور پنهان مثل یه نیروی نامرئیه، ما نمیبینیمش ولی رو پوستمون اثر میذاره. اما ضد آفتاب مثل یه سپر جادویی عمل میکنه. یعنی هر وقت بیرون میریم، حتی پاییز و زمستون، این سپر بهمون کمک میکنه اشعه فرابنفش به پوستمون نرسه، چون ممکنه قرمز بشه، بسوزه، پوستمون چروک بشه، خوش بشه. حتی وقتی هوا ابری یا سرد شده، اون نور پنهون هنوز هست. برای همین همیشه باید مراقب پوستمون باشیم. خداحافظ دانشمندای کوچولو.